ارتش اسرائیل روز 20 آگوست از آغاز عملیات برای تصرف شهر غزه اعلان داد. تصرف یکی از منطقه‌های بزرگ باقی مانده نوار غزه که تحت نظارت ندارد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سربازان حالا در کناره‌های شهر غزه جایگیر شدند. شهری که به قول او تکیهگاه حکومتی و نظامی ترور حماس است. در همین روز ارتش اسرائیل گفت که ده‌ها هزار سرباز نو را برای آمادگی به عملیات به صف نیروهای مسلح دعوت می‌کند. یک مقام نظامی اسرائیل روز چهارشنبه گفت سربازان نو از ماه سپتامبر به خدمت آغاز می‌کنند. فلسطینیان در غزه از این خبر بسیار غمگین شدند. از جمله این مرد که عملیات را خبری مصیبت آور خوانده گفت او برعکس امیدوار آشتی بود. با وجود اعلان آغاز عملیات در شهر غزه، حکومت اسرائیل میگوید که پیشنهاد نو را برای سازش آتش بس در جنگ تقریباً 2 ساله بررسی دارد. سازمان حماس این طرح پیشنهادی میانجیگران عرب را برای سازش آتش بس 60 روزه پذیرفته است که بر اساس آن حماس باید گروگانان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل زندانیان فلسطینی را رها نماید. حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، در یک پیام در تلگرام بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل را به آن متهم کرد که مانع سازش آتش بس می شود تا به قول حماس جنگ ظالمانه به ضد مردم بیگناه شهر غزه را ادامه دهد. بسیاری از همپیمانهای نزدیک اسرائیل نیز از حکومت خواستند که از عملیات در شهر غزه دست کشد. اما بنیامین نتانیاهو که تحت فشار بعضی از راستگراهای افراطی در حکومت ائتلافیش مانده است، طرح سازش موقتی آتش بس را نپذیرفته است و جنگ را ادامه داده در پی تصرف غزه است. حکومت اسرائیل گفته است که حماس باید 50 گروگان باقی مانده یهودی را یک جا رها کند. به باور مقامات اسرائیلی فقط 20 نفر آنها شاید زنده باشند. حماس گفته است که در صورت قطع جنگ همه گروگان ها را آزاد می کند. اسرائیل می گوید تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود جنگ را بس نمی کند.